سلام گایز، خسته نباشین. امیدوارم شب خیلی خوبی داشته باشین. آقا یه خبر پخش شده بود متاسفانه 74 تا جسد تو سد کرج متاسفانه پیدا شده. خدا شد انگار خدا دوست داشتین خشک بشه که ما ببینیم بفهمیم که چه حرومزاده های کنار ما دارن زندگی میکنن. آخه بی شرف، من چی بهت بگم. حالا قسمت جالب ماجرا کجاست؟ زمانی میشه که اومدن اینجا که چون خیلی معمولا مردم دوست دارن درگیری یه چیز الکی بشن، اومدن کتاب جنگ 12 روزه رو بدن. اول اومدن که لاشیبازی در بیارن، حرومشون بشه اون نونی که دارن میخورن. اول اومدن لاشیبازی در بیارن که داخل اون کتابایی که قرار بدن به بچه ها، خب قرار اون کتابی که بدن دست بچه ها مثلا اونجا اینجوری ترکیبش میکنن فلان میکنن تحویلش بدن به مردم، ولی برگشتن دیدن که نه، نیمی از سال گذشته و ماش گوی نمیتونی بخوری. بلکه زدن یه کتاب جدید درست کردن که برای تمام مقاطع تحصیلی که سواد خوندن و نوشتن دارن و قرار عرضه بشه. حالا از امسال که فکر نکنم دیگه بدن، از سال دیگه قراره بدن. و آخواستم تسلیت بگم همین. ریدم به وجودت حرموزاده.